شامتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که اداره خوش رو گذراندین. خبر شما سلامتی خواهان هستم. امروز جمعه هست، عید قربان بود و 6 ایون. $100 برابر به 988 سومانی و اینچنین 100 یورو برابر به 1128 سومن و 71 درم. دوستان عزیز، از شما خواهش در ویدیو یک تا لایک چاپ بمونین و به کانال ما پادپیسات کنین. رحمت برای دستگیری، خداوند از شما راضی باشد. و میگذاریم با کورس روبل. 1000 روبل روسی با کورس امروزه افسوس که خبر بد است و 124 سومن و 70 درم برابر شد. حیرانم برای که قرب دلار پایان رفته است ولی کورس روبل بالا نمیشه. حتما فکرتون در این باره نویسین. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار